حاجی الان دیدم خونه حسین تویی رو دیشب زدن حاجی. بابا گناه داشت این بچه، بابا این همه برو کنسرت 20 سالو بخون زندگی این بچه رو گرفتیم بردیم، این بیچاره یه دار زندگی یارو رو گرفتن بردن که ای بابا. حسین جان حالا بهت زنگ میزنم، من الان خواب بیدار شدم. حاجی خواستم این احساسم رو با کل این 6-7 نفر خدایی اصلا بابا این حسین جان اگه رفتی بسکتبال خونت زدن یه خارکسته همین دور و بره حاجی، بگرد تو دور و بره پیدا کن بگو کیه من برات ردیفش. ای وا حاجی حسین واقعا بچه خوبی حاجی، حق بدبخت سید خار آدمو میگاد. این که میدونین آش ول نمیکنه که حاجی.